و زود اینجا هم نوبت به همان چهره اصیل رسید. دومین قوازمایی میان پهلوانی تاجیکستان و اسماگولوف نماینده قزاقستان برگزار میگردد. راحت به مرحله چهاریک نهایی این مسابقات. در این روند بیشتر اکنون حاجک موفق شد. در دوری قبلی که بود شاهد بودیم و با غالبی همین جفت نیرو سنجی میکند. ورزشگری ما خیلت سفید ببر کرده است. اسماگولوف پهلوان قزاقستانی با لباس های ورزشی کبود. خواجه‌زاده بهروز از بالا داشتن بسیار هم در گشتن میلی ما رایج است و در جودو هم بسیار امکان پذیر است. فکر میکنم شیدو هست. اگر این حالتی که داشتنی حرکتی پهلوان ما هم غیر قاعده بود. یک طرف حرکت کردن اینجا هم در چنین مورد مجازات می شود. و باز هم دوباره در دقیقه اول توجه باز به اکران میکنیم. نه بسیار هم اکنون حالت بود که خیلی هم یک متانت قوی خواجه‌زاده را مشاهده کردیم اما امتیاز نبود. در اقل هم حرکت خوب بود. باز هم اگر دست را قوی تر دارد آنگاه باز هم میتواند کار را خوبتر و بهتر به نفع خویش انجام دهد خواجه‌زاده بهروز. درباره اسماگولوف قبلا گفتیم دیگر معرفی نمیکنیم. توجه میکنیم به قوازمایی به رقابت های هر دو. اینجا خواجه‌زاده حرکتش هم بی نتیجه است. دقیقه دوم مبارزه پهلوانی ما هم پس سر میگردد. اسماگولوف باز اصول سر کتف رو میخواهد استفاده کند. در این جریان خواجه‌زاده هم اکنون از بالا داشت آستین. نه توانست مراتب هم دوباره به عملهای پرتری اعتبار میدهد یا نه داور اشاره دارد متی. حرکت ها خوبند اینجا برای ما. البته امتیاز مهم است. سراسیمگی را باید پیشم نکند هرگز خواجه‌زاده. تمکینی صبوری و انا پرتافت. واقعا همین حرکتی که ما اگر حالتهای تکراری رو مشاهده میکردیم در حقیقت هم جالب، در حقیقت هم همان اصولی که چون بیان کردیم خواجه‌زاده بسیار هم در کسبیت بلند استفاده میکند. جای شبهه نیست که این چهره سرشناس واقعا هم خوب درخشید و اکنون در دوری چهاریک نهایی با حاجک پهلوانی موفقی دور قبلی